چایخانه تاجیکی راحت در پایتخت اوکراین در حمله موشکی روسیه روز 6 اپریل قسماً ویران شده است. چایخانه راحت. چند تاجیک مقیم کیف در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چایخانه کارناشایم شده است و درهایش را برای مشتریان بسته است. به گفته آنها چند موشک روسیه به اطراف چایخانه افتاده تیریزه های آن را شکست و داخل بینا را خراب کرد. صاحب چایخانه گفت در زودترین فرصت دوباره کاریان آغاز خواهد شد، ولی نگفت که از این حمله چقدر زیان دیده است. بار اول نیست که این چایخانه زیان می‌بیند. ماه فوریه در چنین حمله چایخانه راحت سوخته بود. چایخانه راحت با پیشنهاد طعام‌های ملی در مرکز کیف یک مکان معروف برای تاجیکان مقیم اوکراین و بعضی از ساکنان محلی دانسته می‌شود. برای تا 100 مشتری جای دارد. در عکس‌ها در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که سفارت تاجیکستان در اوکراین نیز اکثر چاره‌بینی‌های فرهنگیش را در همین چایخانه می‌گذراند.